مرا ببخشید. زنم جان میترسم که روز همین خانه رو نیز به خاطر زنت میفروشی. مهم دیدی انا خوردن تام خوب شده. ایشان شفا میابین آل ما کلام میشه مرا زن میتونید. مردک جان نباید جان زنم. مرا ببخشید. زنم جان التماس خیلی نگه. برای چی بخشش؟ برای چی عذر؟ الپشتما خیلی زحمت کشیده. بده نبود تنها صرف کرده. یا ماشین داشته ایستادیام زندگیمون پیش میبرده. برای سلامتی من ماشینم فروخته. زنم جان خیلی نگه. مرا وظیفه مای تا وقتی که هستم، تا وقتی که نیرو دارم، قوه دارم، تا وقتی که جان در بدن دارم زنم به خاطر سلامتی، به خاطر بپا خیستنت کوشش میکنم، زحمت میکشم، مهنت میکنم. میفهمی زنک جان؟ به همین خاطر هیچ مرد این سخنها را نزد که مردک مرا ببخش. مرا وظیفه مای زنم به تمام هستیمی مادری فرزندانی. میفهمی؟ به همین خاطر ناامید نشم. من برم دست زنک جانم خیلی دور اتاق خوب مهم برامش. انشالله که زنک جان و شفا می‌یابد، زنک جان و خوب میشود. صاف ناامید نشه. مهم برم دیدی انا خوردن تام خوب شده. جان میشه. آسته زنک جان. السلام علیکم. رجب علی یک دقیقه دو دارم. لابا نزد من بیا. خوب باشه حاضر. زنک جان موسیم میام ها. بچه موچه نگاه کنیم اما کتابی نمیام ولی لابا که جان تیجی بوده که این گپ برای من گفتم به حد سخت است. لیکن من امروز مجبورم که برای تو گپ زنم دادار. تو خودت میدونی که بیماری همین شفا نمییابد. دائم و شب و روز از پس همین یک تینه که داری خراجات میکنی. از مردم قرضدار شده ای. بالای همه این دو روز پیش ماشینت را فروختی. با همون ماشین تاکسی زده یک تیکه نان میآوردی. بس بودگیست تو در. رجب علی میترسم که روز همین خانه رو نیز به خاطر زنت میفروشی و خودت در بدر میشوی. با کدام در میروی؟ تو این چیزها رو فکر میکنی یگان بار یا نه؟ سلام علیکم خواهران، مادران و اپاهای عزیز. ما امروز خیلی خرسندیم که شرکت فابرلیک برای شما شرایط خوبی کاری فراهم آوردگی که شما میتونین در خانه‌هاتون نشسته توسط یک تلفن موبیلی کار و فعالیت خود را پیش بردن در یک ماه معاشای خوب به دست بیاریم. برای کار فرق نداره که شما یگانجا کار میکنید یا اینکه نمیکنید یا اینکه دانشجویید. همه شما میتونید که بدرین در واتساپ یا پای عدالت بانو دایرکت شرکت فابرلیک اینامی سامانه رجب علی ابراهیمی مراجعت کنین. 2 دقیقه وقتتون میگیره. میدرین اپاجانی ما رجیستراسیتون میکنه. کار 100% شما را نشان میده. همه به پول دوستان عزیز و ناگفتن همونه که در شرکت فابرلیک روزی گریش رفته است. 11 فوریه تا 25 فوریه روزی گریش رفته است. شما میتونید که یعنی که در وقتی که در 75 سوم شما خریداری میکنین خودتون با قید میگیرین میتونین اشتراکچی روزی گریشه و صاحب تحفه های بهترین شین. یعنی که تلفن موبیلی، استریالی ماشین، تلویزیون، پلیته و غیره ها را مقصد دیگه میتونه که صاحب شین. و همین خاطر چیکار میکنیم؟ میداریم در پای عدالت بانو اینامی سامانه رجب علی ابراهیمی در واتساپش مینویسیم. 2 دقیقه وقت میگیره. همش هم میفهمونتون کارا نشونتون میده. بعد میتونه که کار کنین. دانشجو، مادر و خواهرها همه بداریم بنویسین فقط. میترسم که روز همین خانه رو نیز به خاطر زنت میفروشی و خودت در بدر میشوی. با کدام در میروی؟ تو این چیزها رو فکر میکنی یگان بار یا نه؟ اکا جان شیطان ناامید بنده با امید گفتن که ما ناامید نیستیم. او مادری فرزندو میشود که او زن میشود که من تا کجایی را که میتونم، تا کجایی را که نیرو دارم، تا کجایی را که قوه دارم که به خاطر برقرار کردن سلامتی شکر مهنت میکنم.
кӯшиш мекунам, ҳаракат мекунам ака. بچه‌جان دلشکسته نشوین. ایشان شفا می‌یابند. آل ما کلام میشم را زن می‌تونید. صاحب نبیره میشوید. آل خوشبختی و خسانده پیش شوید. Rahmat bachajon. акаҷон, чӣ дар кор ӯ хонаву дар ӯ дороӣ, ӯ мошин, ӯ зару зеваре ки ака дар ӯ хона хушбахтӣ нест. Чӣ дар кор акаву хонаву даре ки дар ӯ хона фарзанд лабханд намезана ака. Чӣ дар кору хонаву даре ки фарзандаш муҳтоҷи модар ака. медонӣ акаҷон, хулосаи ман ҳамияй. бо тамоми ҳастим, бо тамоми нерум ака кӯшиш мекунем ки саломатии оиламо барқарор кунам ака. агар лозим боша акаҷон дар ҳаёт гадо мешам, лекин ҳеҷ вақт акаҷон марди расво намешам. ҳаракат мекунам ака. лабай замакҷон, омаду мозир меом. акаҷон бо иҷозати шумо.